سلام دوستان، خوش اومدید به JFA. من امروز میخوام در مورد مکانیزم انقباض سلول‌های قلبی با شما صحبت کنم. به طور کلی سه تا کانال اصلی وجود داره که مکانیزم انقباض قلب رو به عمل در میارن. اولین کانال سدیومی هست که سدیم رو از بیرون سلول وارد درون سلول میکنه. دومین کانال کلسیم هست که کلسیم رو از بیرون وارد درون میکنه و سومین کانال هم کانال پتاسیم هست که پتاسیم رو از داخل سلول به بیرون سلول هدایت میکنه. در شکل سمت چپ این محوری که مشاهده میکنید محور ولتاژ هست و استارت در واقع کانترکشن اینجاست. یعنی اینجا در واقع پوینتی هست کمی قبل از شروع در واقع کانترکشن، پروسه کانترکشن، نه خود کانترکشن. خب ببینید در این قسمت که ولتاژ منفی 84 تا 85 داره، با باز شدن کانال های سدیومی سدیم وارد سلول میشه و چون سدیم مثبت هست ولتاژ رو به صورت سرعتی به سمت بالا میبره و تا مثبت 20 میاره. در این قسمت که ولتاژ به مثبت 20 رسید، کلسیم چنل های ما حساس هستن به ولتاژ مثبت 20 و باز میشن و وقتی که باز شدن کانترکشن اتفاق میفته و کانترکشن که اتفاق افتاد در واقع سلول قلبی ما فعال میشه. خب حالا در آخر این کانترکشن که میشه این نقطه که مشاهده میکنید، سلول ما کانال های کلسیومی و سدیمی خودش رو بسته و کانال های پتاسیمی خودش رو باز میکنه و کانال های پتاسیمی با ریپولاریزیشن باعث میشن که گراف به سمت پایین برسه و برسه به همون منفی 84 یا 85. اگر نمیدونید دیپولاریزیشن ریپولاریزیشن چیه، لطفا این کلیپ بالا رو تماشا کنید. خب خیلی مهم هست که ما بدونیم در قسمتی که ما دیپولاریزیشن انجام میدیم تمام کانال های سدیمی ما باز هستند، کانال های کلسیمی ما بسته هستند و کانال های پتاسیمی ما بسته هستند. در این قسمت کانال های سدیمی ما اینجا نوشتیم که کلوز هستند، اما میشه گفت که کانال های سدیمی تا اواسط کلسیم باز هستند به خاطر اینکه کلسیم چنل هم بازه، یعنی تا اواسط این ولتاژ 20 وجود داره. بعد که ولتاژ کم میشه آروم آروم اینجاها، مثلا اینجا که کم میشه دیگه کانال ها بسته هستن، کانال های سدیمی. پس تا اینجا میشه گفتش که کانال های سدیمی و کلسیمی بازن، از اینجا به بعد فقط کانال های کلسیمی بازن و وقتی به ولتاژ صفر میرسه کانال های کلسیمی هم بسته میشن چون ولتاژ سنسیتیو هستن و بعد از اینکه بسته شدن در این نقطه کانال های سدیمی بسته، کانال های کلسیمی بسته و کانال های پتاسیمی بازن و ریپولاریزیشن اتفاق میفته. و در واقع از قسمت زرد رنگ از این قسمت تا این قسمت کانترکشن اتفاق میفته. چرا؟ چون کلسیم وجود داره. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر این آموزش رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید و به دیگر دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی، ممنون که وقت گذاشتید و این آموزش رو دیدید.